مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتنی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید از صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و اصلا مهمتر سالم و سرحال باشید. لحظه ضبط این ویدیو امروز سه شنبه 13 مهر 1403 ساعت به وقت تهران 12:30 ظهر هستش و ما خوشحالیم که با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز هم قصد داریم که راجع به پشت پرده های این چهره امیرحسین محصولو یا همون تتلو با شما صحبت بکنیم. البته پشت پرده که چه عرض بکنم، اصلا چون انقدر زندگی عجیب و غریبی داشت، خصوصا در ماهای آخری که در ترکیه بود که دیگه نیاز به پشت پرده نداره. اما یه خبری اومد توی رسانه ها که امیرحسین محصولو یا همون امیر تتلو به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده. حکمی که از قبل هم قابل پیش بینی بود، یعنی قبل از اینکه امیر تتلو بخواد ترکیه رو برای همیشه ترک بکنه و حالا با هزار حیله و ترفند و چیزهای مختلف برگرده ایران، این حکم قابل پیش بینی بود. اما چند روز پیش یه خبر در رسانه ها منتشر شد که امیر تتلو از انفرادی آزادش کردن و رفته تو بند عمومی. البته شایعه‌هایی وجود داشت و خبرهایی در گوشی شنیده میشد که امیر تتلو تو یک خونه نگهداری میشده خارج از فضای زندان، توی خونه به صورت تنهایی، حالا با استفاده از امنیتی هم که تجهیزات امنیتی هم که تو اون خونه بوده، با دوربین و چیزهای مختلف هم مدیریتش میکردن و بعد از اون اومدن گفتن که رفته و تو بند عمومیه. و یه نکته هم که عنوان کردن بودش که گفتن که امیر تتلو حکم 3 سال زندان رو براش بریدن. این چیزی بود که مادر امیر تتلو به عنوان کسی که میرفت و سر میزد به امیر تتلو عنوان کرد به رفقا و افراد نزدیک به تتلو. طبعا خب به حال به واسطه دوستی که من از قدیم با تتلو داشتم، با رفقا و نزدیکای تتلو در ارتباطم، حالا بخوام یا نخوام، خوب یا بد، جویای احوال و جویای وضعیت زندان امیر تتلو هستم. اما از اون طرف مادر امیر تتلو اومد و پستی رو منتشر کرد و گفت که آقا تمام این اخباری که گفته بودن دروغ بوده. به ما گفته بودن که تتلو رو از بند از انفرادی میبرنش تو بند عمومی، نبردنش، گفته بودن حکم 3 سال زندان رو بهش میدیم، ندادن و حالا اومدن به اشد مجازات محکومش کردن. و ما هم چند روز پیش وقتی اومدیم این خبر رو اعلام کردیم، الان گفتیم آقا 3 سال زندان گرفته، بعد اومدیم گفتیم آقا اعدام شد. گفتن آقا تو چرا گفتی آقا 3 سال بوده؟ الان عوض که آقا ما نگفتیم، اینو مادرش گفته بوده دیگه، نزدیکترین کس به اون آدم بوده و اون خبر رو به ما و بقیه رسانه ها داده بوده. اما این پستی بوده که مادر تتلو منتشر کرده و خودش پر از نکات ریز و درشته که الان میخونیم با بررسی میکنیم که آقا چه نکاتی داشته. گفت خانم فریده واثق گفته که سلام و درود به شما جهت اطلاع رسانی. بعد بگم که تا حالا دروغ به ما گفتن، یعنی خودش هم اقرار میکنه که دروغ به اون گفتن و اونم مجبور شد اون اطلاعاتی که بهش بدن تو رسانه ها بده، پس بهش دروغ گفتن. گفتن مرگو گرفتن تا به تب راضی بشیم، هی اعدام گفتن که بگیم خب خدا رو شکر پس زندان خوب. و حالا قاضی افشاری اشد مجازات رو برای امیرحسین تاکید کرد. اشد مجازات چیه؟ اعدام. گفته که مدت 8 ماه امیر در انفرادی با شرایط سخت بود و با روح و روانش بازی کردن. خبرهای کسب زیاد شنیدیم و من سعی کردم جو رو آروم نگه دارم. تا جایی که منم میدونم خیلی خانواده تتلو سعی کردن که فضا رو آروم نگه دارن، فضا رو نظری پخش بکنن، دعا بکنن. و نکته این که وجود داشت چرا این خبر رو تو 3-4 روز گذشته منتشر کردن و اومدن گفتن که آقا تتلو بردن تو بند عمومی و حکم 3 سال زندان و داره آزاد میشه و 1 سالش کشیده و 2 سال دیگه میاد بیرون، به خاطر اینکه تولد امیر تتلو نزدیک بود. هواداران امیر تتلو هم حالا از انواع اقسام و قشرهای مختلف جامعه بودن و نزدیک هم بود به سالگرد کشته شدن مهسا امینی و فضا کاملا غبارآلود بود. گفتن آقا ماجرای مهسا امینی هست، تولد تتلو هست، یا ممکنه طرفدارش بریزن بیرون و یه تشنج ایجاد بکنن، بذارید این خبر رو بدیم بگیم آقا این داره میره تو بند عمومی و داره آزاد میشه، 3 سال زندان گرفته، فضا رو آروم کنیم.
و با این دروغ به خانواده تتلو و به طرفداران تتلو سعی کردن که فضا رو آروم نگه دارن. به هر حال اونا نمیتونستن پیش بینی بکنن که قراره چه اتفاقی بیفته، آیا مردم خواهند رفت بیرون یا نخواهند رفت. گفته که ولی امیر شرایط روحی و روانی خوبی نداره و حالا هم در شرایط نامناسب در انفرادیه. این در حالیه که مسئولان زندان و خبری که توی خبرگزاری دولتی اومده بودن گفتن که شرایط گیاهخواری امیر تتلو رو هم فراهم کردن. این درسته، چون توی یه دونه خونه به صورت انفرادی نگه داره میشه که از تاریخ 24 شهریور ماه تا الان در انفرادی، یعنی دقیقاً در حول و حوشه بعد از کشته شدن مهسا امینی تا نزدیکی تولد امیر تتلو که 30 شهریور ماه. گفته که تو انفرادی آسیب دیده. خانم وکیل و آقای وکیل هم با وجود تلاشاشون نتونستن کاری برای امیر انجام بدن. از تمام مردم و تمام بزرگان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی تقاضای کمک و رسیدگی به وضعیت امیر تتلو رو خواهانیم. ما تابع صلح و دوستی هستیم، ولی عده‌ای هستن که میخوان شلوغی ایجاد کنن. حالا کی میخواد شلوغی ایجاد بکنه؟ خدا داند. ما جو رو آرام نگه داشتیم و از بزرگان درخواست عفو و بخشش کردیم، ولی گوش شنوایی نیست و طلب کمک و یاری داریم. نامه‌های متعددی به رئیس جمهور، قوه قضاییه و ملاقات‌های حضوری داشتیم، ولی کاری انجام نشد. امیر در شرایط سخت و نامناسب و در بازداشت انفرادی مدت 8 ماه انفرادی و بند عمومی و دوباره انفرادی. امیر و حالا بند عمومی همینجا عنوان کرده، من نمیدونم تو خودش میگه دروغ میگن. امیر در فشار روحی و روانی قرار گرفته و با وجود بخشش و توبه به او حتی یک روز هم مرخصی ندادند. خب این ببین نکته‌ای که وجود داره اینه که اینا دارن سیگنال میدن به تمام افراد معروف و مشهور و تاثیرگذار تو خارج از کشور، علل خصوص معینی که در طول سالهای گذشته این مدام کشتامرمریز روش گفتن آقا بیا تو ایران وعده. این نشون میده که آقا شما اگر بخواید برگردید ایران چه بلایی سرتون میارن و اینجوری دهنتون سرویس میکنن، میندازنتون تو انفرادی و مرخصی هم سرش گرده. یعنی اسلامی که دم از رأفت و بخشش میزنه، این نمونه کارشه توی اون سیستم. گفته که در هیچ دادگاه ما یعنی خانواده حضور نداشتیم و فقط از ما عکس انداختند. ببین اینم پشت پرده شده، یعنی عکس گرفتن گفتن آقا واسید بیرون دادگاه و داخل نرید. من پشت درهای دادگاه بودم و هیچ حضوری در دادگاه نداشتم. حقیقت امیر حالش خوب نیست و به داد امیر تتلو برسید. نیاز به درمان خارج از زندان داره. این پست رو شیر کنید برای رهبر و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه بفرستید. کامنت بذارید شاید افرادی باشند که در دل نظام که میخوان ناامنی ایجاد کنن بندازن گردن امیر ما. خواهان رسیدگی به وضع امیر حسین مقصودلو مقلب به امیر تتلو را داریم. ما تابع صلح آشتی و دوستی هستیم، ولی ما رو گول زدن و از سادگی و بیکسی امیر سوء استفاده کردن. ببینید اینم واقعا درسته. ببین امیر تتلو یه مشت آدم مفتبر کنارش بودن و آدم هایی که مشاوره درست به امیر تتلو ندادن. ببین حتی موقعی که امیر تتلو دخترها رو میورد تو خونش کتک میزد، بهشون قرص میداد، باشون بدرفتاری میکرد، آدم‌هایی که دور امیر تتلو بودن خدنگاش و بمالاش بودن. چون اگر آدمایی بودن که بهش مشاوره درست میدادن، میگفتن آقا این کارا رو با دخترها نکن، این وضعیت‌ها رو نکن، شکایت کشی نمیشد. اگر آدمایی بودن که به امیر تتلو مشاوره درست میدادن برای برگزاری کنسرت، این اتفاقات نمیافتاد. من یادم دیگه مثلا 1 ماه آخری که امیر تتلو کلا تصمیم گرفت به ایران، ما که دیگه من که خودم دوستیم باش تموم کردم، خاطر اینکه بدرفتاریاشو دیده بودم. حداقل آدمی بودم که دیدم داره بدرفتاری با ناموس مردم میکنه، من رفاقتمو گذاشتم کنار. یعنی آدمی هم که ناموسم و آدمی هم که دختر سرزمینم برام مهمتره و اصلا رفاقته برام مهم نیست. اگر ببینم داره بدرفتاری میکنه با دختر مردم، برام مهم نیست اون آدم کی، اصلا میخواد هر آدم گنده‌ای که میخواد باشه، وقتی اخلاق درستی نداشته باشه، وقتی رفتار درستی نداشته باشه، وقتی شخصیت درستی نداشته باشه، پس رفاقت کردن با اون آدم معنا و مفهومی نداره. آدمایی هم که نزدیک خودش قرار میده آدمایی هم که مثل خودشن،
آدمای مفتبری بودن، فقط دنبال اسم تتلو بودن، فقط به دنبال بودن که دنده بدن به تتلو که این کارو بکن اون کارو بکن. و من وقتی ماهای آخر اومدم راجع به تتلو افشاگری کردم، به هر حال رفیق و دوست واقعی کسی که بدیهای اون آدمو بهش بگه که خودش رو اصلاح بکنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ وقتی ما بدیها رو گفتیم بده ما شدیم. اونایی که چاپلوسیشو میکردن شدن خوبه. حالا همون آدمایی که چاپلوسیشو میکردن، حالا همون آدمایی که میگفتن سلطان، آیا میتونن شرایطی رو فراهم کنن که امیر تتلو 1 ساعت بیاد بیرون از زندان؟ آقا سلطان به حرفی عمل کنید. شمایی که به این آدم دنده میدادید، شمایی که به این آدم میگفتید این کارو بکن اون کارو بکن، شعر نمیدونم فلان چیز بخون، آقا ما پشتتی، ما وصلیم به بیت، ما وصلیم به اطلاعات، ماشاءالله هم که تو فامیلاشون یه اطلاعاتی دارن که خبرها رو بهشون میده. چرا الان برای تتلو قدم ور نمیدارن؟ اون آدم‌های دنده بده‌این، همون آدمایی که کامنت میذاشتن میگفتن سلطان، میگفتن شعر سیاسی بخون، فوش بده به این، فوش بده به اون. اون آدمی که پیشنهادات میلیون دلاری میداد برای اینکه این آدم شعر سیاسی بخونه، من خبرشو دارم. و تتلویی که اینجوری تصمیم گرفت برگرده ایران، خدا رو شکر که اون شعرها رو نخوند. همون آدم‌ها آیا الان میتونن یه کاری بکنن که این آدم بیاد بیرون؟ آقا تعارف نداریم دیگه. الان تو بنده، الان تو اسارته. شماها آدمایی بودید که به این آدم دنده دادید. شماها آدمایی بودید. ببین این داستان چیه؟ داستانی که وقتی یکی از اول کوچه داره یکی رد میشه از توی خیابون، از اول کوچه تا ته کوچه همه بهش بگن سلطان. وقتی به انتهای کوچه برسه دیگه باور میکنه که سلطانه. بعد دوباره وقتی برمیگرده دوباره از اول کوچه همه میگن سلطان. وسط کوچه یه همین فردی میاد میگه بابا بشین سر جا، سلطان چیه؟ تتلوی دیگه. بابا تو کی؟ دوباره بعدی هم میگن سلطان. دیگه اون دست اندازه رو نمیبینه، اون واقعیت رو دیگه نمیبینه. یعنی آدم‌هایی که به این گفتن سلطان، آدم‌هایی که به این آدم گفتن نمیدونم، تعریف کردن جا و مکان داره. یعنی شو وقتی تعریف میکنی کنارش باید انتقاده رو هم بکنی. من توی رسانم از این آدم تعریف کردم، در پشت صحنه تمام افرادی که نزدیک با این آدم بودن، وقتی ما شخصی با این آدم صحبت میکردم بارها بهش انتقاد میکردم، بارها. الان هم وضعیتش به این مرحله رسیده که حکم اعدام براش بریدن. اشد مجازات یعنی اعدام دیگه معنا و مفهوم نداره. هرچند من رسانه‌ای کردم، یعنی فشار رسانه‌ای براش آوردم، شما هم بعد به اشتراک بذارید. اگه بخواد طرفدار تتلویید، اگر هر چقدر یه موضوعی رسانه‌ای تر بشه اون حکم اعدام بریده میشه. مثل قضیه که برای شروین حاجیپور اتفاق افتاد، خواننده برای رسانه‌ای شد، حسابی این قضیه وایرال شد و سیستم و حاکمیت تصمیم گرفت یه حکم به راحت بهش بده. چاره‌ای جز این نداره اگر وقتی رسانه‌ای بشه یک موضوع. چون میگه آقا ما بخوام حکمی رو بدیم که جامعه رو آرام بکنیم، آقا مثلا درس عبرتی بشه برای بقیه. خب وقتی یه حکمی بدیم که درس عبرت برای بقیه نشیم، حکمو میشکنن. قاضی حکمو میشکنه. علم قاضی میگه آقا بعد اینجا حکمو شکوند، نه بعد اون حکم رو داد. برای همینه که بعد این موضوعات وایرال بشه. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. حتما اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید، ماجرای امیر تتلو، و ممنون که تا این لحظه با ما همراه